در جستجوی حقیقت روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. سلام بیننده های گرامی، تشکر که با رادیو کتاب هستید. راستی، صداقت، درستی و درستکاری عنوان زندگی بعض بزرگان است. سوال بسیار عمیق است. باید تقریبا علمایی که در رشته‌های مختلف علم چی دارن، تخصص داره، باید جوابشه. دلشان از زخم وطنداران جاهل خون می چکید و تن رنجورشان پری از آسیب فقر و درد و رنج بود. در این شفاخانه التیام می آمد. پس ما انسان ها که هستیم چیزای بسیار مشترک بین خود داریم که او خدا تعالی بین ما گذاشته. و در این وبسایت شما را پل میان نسل ها و پیوند دهنده وطن آبایی و جامعه مهاجرتی توصیف کرده. در 57 سال از وقتی که سردار داود خان یعنی چیز چپا کرد، سلطنت مستقر چپا شد، افغانستان در وقت تقریبا داخل بحران شد. سید خان ناصر او از شمالی افغان کابل بود که او تقریبا رهبری این منطقه رهبری مردمی را داشت، نه حکومتی نداشت، مردمی را داشت، آدم مشهور بود. و دیگه در افغانستان مرکزی در غزنی یک امربر دیگه پیدا شد به نام سردار هزاره. او قیام کرد اونجا. و دیگه در طرف کندهار جنوب افغانستان نفر دیگه بود به نام میرباز خان هوتک. چی توصیه میکنین به همین کسایی که تخم تفرقه را با گپای خود میپاشند؟ وقتی یک فامیل در حالت بحرانی باشه، کل اعضای از او باید کوشش کنه که از این رقم اختلافات اینا چی بکنه، اجتناب بکنه. انشاءالله که افغانستان با پایستان میشه. خواسته های ما بسیار ساده هستند. ما میگیم یک قانون اساسی داشته باشه و یک شورای که چی باشه، متشکل از تمام مردم افغانستان باشه. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. یا ذا الحکمت و البیان. سلام بیننده های گرامی، تشکر که با رادیو کتاب هستید. راستی، صداقت، درستی و درستکاری عنوان زندگی بعض بزرگان است. در هر جامعه کسانی هستند که زندگیشان بی سر و صدا اما با تأثیر شگرف مسیر ترقی و پیشرفت را فراراه جامعه ترسیم می کند. این افراد خودگذری را سعادت، خدمت به خلق الله را عبادت می دانند. تاج محمد ایوبی یکی از همین شخصیت هاست. دولتمرد نیکنام، صاحب نظر انسان دوست و پایبند به اصول اخلاقی که از استغنا و مناعت طبع ملت بزرگ افغانستان سرچشمه گرفته است. همان ملتی که وقتی به خانه ایشان مهمان وارد می شود سخاوتمندانه تمام نان دسترخوان خالیشان را در اختیار مهمان می‌گذارد و خود با پیشانی باز تظاهر بصیری می‌نماید. آره، امروز در خدمت مرد هستیم که وارثی یک چنین فرهنگ است. جناب ایوبی در سال 1950 در قندهار تولد شده. مسیری را پیموده که با خدمت رسانی، شجاعت اخلاقی، اعتقاد راسخ به وحدت و کرامت انسانی تعریف می شود. جناب ایوبی از خانواده برجسته با سابقه طولانی و خدمتگزاری به ملت افغانستان برخاسته است. پدر بزرگوار او به دلیل درستکاری، سخاوت و توانایی تعامل با جوامع گوناگون از احترام فراوانی برخوردار بودند. دورنگری و دوراندیشی
تجربه چندین نسل این خاندان شریف است. او با برخورداری از دهه‌ها تجربه در سطوح عالی و درک عمیق از پیچیدگی‌های افغانستان، نه تنها در میان جامعه افغانها بلکه در نزد سیاستگزاران امریکایی نیز مورد احترام است. جناب ایوبی در طول سالیان متمادی تعاملات مستحکمی با سیاستگزاران امریکا داشته است. امروزه از او به عنوان صدای وحدت بخش در میان جامعه افغانهای مقیم خارج و سایر جوامع ساکن واشنگتن دی سی یاد می شود. شخصیتی که دانش، دیدگاه متعادل و تعهدش به رهبری فراگیر او را به فرد محترم، توانمند در ایجاد پیوند میان گروه ها و ارائه راهنمایی های سنجیده در دورانهای دشوار بدل کرده است. در زمانی که زمین افغانستان پر از معینهای کشنده بود و آسمانش لحظه از غرش طیاره های بمبافکن فارغ نبود، ایوبی و خانواده بزرگوارش در کویته پاکستان شفاخانه الجهاد را تأسیس نمود تا زخمیانی که دلشان از زخم وطنداران جاهل خون می چکید و تن رنجورشان پری از آسیب فقر و درد و رنج بود، در این شفاخانه التیام یابند. آنچه من از جستجو در اینترنت دستگیرم شد، در ظرف 10 سال این شفاخانه هزاران نفر را تداوی نموده. عرض سلام دارم خدمت شما ایوبی صاحب و تشکر میکنم که وقتتان اختصاص دادین به یک مصاحبه با رادیو کتاب. یک سلام علیکی با بیننده ها داشته باشین. باز من سوالا را مطرح میکنم. بسیار تشکر از شما. نخست باید از شما تشکر کنم آقا صاحب محسنی. شما یک شخصیت پژوهشگر و عالم و دانشمند کشور ما هستین و برای ما و برای مملکت ما شخصیت ارجمند هستین. از مقدمه شما بسیار تشکر میکنم. لطف و مهربانی کردین صاحب. و ما به ملت افغانستان و کسایی که در خارج در حالت چی هستن، مهاجرت هستن و اونایی که در داخل کشور هستن، سلام میفرستم و امیدوار هستم که انشاءالله به کمک خدای بزرگ یک چند نظری اگر ما بتانیم که در قسمت بتیم که کمک زندگی برای مردم در افغانستان دارای مسئولیت شود و همچنان برای فامیلای ما که در امریکا و در غرب یا کشورهای دیگر زندگی میکنن شود انشاءالله. خیلی تشکر صاحب. ایوبی صاحب، شما میفهمین که فعلا دنیای مجازی است. وقتی که مسئله مصاحبه با شما مطرح شد، من در گوگل سرچ میکردم، در یک وبسایت برخوردم به نام لال و انار و در این وبسایت شما را پل میان نسل ها و پیوند دهنده وطن آبایی و جامعه مهاجرتی توصیف کرده. با اجازه شما میخوایم بدانم این عبارت برای شما چی معنایی داره، امی پل ارتباطی بین از و پل سازی را چگونه برای نسل جوان توصیه میکنه؟ سوال بسیار عمیق است. باید تقریبا علمایی که در رشته های مختلف علم چی دارن، تخصص داره، باید جوابش یک. خب من کوشش میکنم که میخوایم یک پلسازی شوم برای ملت افغانستان که از نسل‌های قدیم به این نسل جدید چیکارم بیاییم. یک چیز بسیار مهم است که ما مردمی هستیم که به لطف و کرم خدای بزرگ خالق خود میشناسیم و بسیار مردم نیک بخت هستیم که خداشناسی داریم و مزین به چی هستیم و هدایت الهی هستیم. این یکی از بزرگترین چی است امتیازات است که ما باعث یک مسلمان داریم و این باید داشته باشیم که خداوند متعال همین خود خوب و بد برای ما در ازل در فطرت ما گذاشته. یعنی شما از یک کسی بپرسین که نیکی چطور است در افغانستان یا برین در زامبیا پرسان کنین،
او عین چیزایی که شما لطف کردین به اون شکلی که شما تعریف کردن اونطور است. اگه شما سرقت بپرسین اونا میگه سرقت یک چیز بد است، اگه ژاپن باشه یا افغانستان باشه یا هر جایی که باشه. پس ما انسان ها که هستیم چیزای بسیار مشترک بین خود داریم که او خدا تعالی بین ما گذاشته. بعضی مسائل مشکلات هم هست که ما بعض وقت از اصول اسلامی از ما تخلف میکنیم، پس به خدای خود رجوع میکنیم که ما رو ببخشه. و ما این مشکل بزرگی که به وجود آمده تقریبا 57 سال پیش، از این پیش ما افغانستان بحرانای زیاد دیده، چرا ما در یک چهارراه قرار داریم و امپراتوری بزرگ آمد، لشکرکشی ها شد در افغانستان. شما اگر متوجه شدید مردم در سر کوه میره خانه گلی میسازن. این به خاطر ازی بود که هر سال 5 سال بعد یک مهاجم میامد، جنگ میشد، خانهشان چی میشد، برباد میشد. دیگه از این خاطر که مردم بیچاره بودن، گفتن ما چی کنیم، من خانه سنگی بسازم، خشت بیارم دیگه کنم، باز خراب میشه، بیاین خانه گلی میسازیم در سر کوه. این فقط یک مثال براتون دادم که سایکولوژی امیروانی مردم افغانستان ببینیم. ما در چهارراه قرار داریم. دی 57 سال از وقتی که سردار داود خان چیز چپکت سلطنت مستقر چپه شد، افغانستان در وقت تقریبا داخل یک بحران شد. بعد از او به جای بسیار تاسف که باز اوی یک کودتا دیگه شد که نظام داود خان و نامشان که جمهوریت میگفت او چپه شد. باز 12 سال 13 سال در افغانستان کشت و کشتار و بی‌نظمی و عدم مسئولیت قرار داشت. متاسفانه که در او جنگ شما شامل بودین، ما شامل بودیم که شوروی داخل شد و مداخلات خارجی شد، اینا شد. دوره مجاهدین هم بود که او دوره باز هم یک دوره تشنج بود، چی بود، گلودی بود در افغانستان که باز طالبا آمدن. اینا تانستن یک مقدار نظم بجای کنن، اما اینا نتانستن که دولت تشکیل بده. اینا هم نتانست یک دولت منظم درسته که او بتانه که مسئولیت برای مردم افغانستان، مسئولیت اردویش بتانه که در افغانستان یک تعداد از مردم عرب بود و یک چی شد، یک حمله شد سر امریکا که برای حمله سپتامبر میگن، او شد. این بحرانایی که آمده که پس دیگه همین حکومتایی که آمد که اونا همشان حکومتای نامشروع بود که او به اجماع ملت نامده و مملکت داخل بحرانا ساخته. میخواستم این فقط بگویم و باز به جوانای خود، به فامیلای ما که در امریکا و در غرب هستن، مخصوصا در امریکا ایالات متحده، به اینا شکرم عذر کنم که برای ازی که اگر ما میخوایم که در اینجا یک زندگی مسئول داشته باشیم و برای ملت خودم کار بکنیم که اکثریت شما که در امریکا تشریف دارین مردم تعلیم یافته هستین، حداقل صنف 12 خواندین، بسیاریتان از پانتون از دانشگاه هم خارج شدین، ماستری هم دارین، پی اچ دی هم دارین، بسیاری شما در عسکری بودین، در اردوی ملی بودین، در پلیس ملی بودین، در امنیت بودین، در وزارت خارجه شما کار کردین، تجربه دارین. ما باید که در امریکا که ما هستیم یک رای برای خود پیدا کنیم که چطور در این مملکت مسئولیت به دست بیاریم که مثلا مشکلات مالی اگه هست، مشکلات کاری اگه هست، مشکلات قانون اگه هست در این مملکت، چطور بتانیم با هم این ما شما حل کنیم. و من یقین دارم که بین شما بسیار مردمای ورزیده وجود داره و من یک تعداد بسیار مردمای خوبه از سابقم میشناسم، یک تعداد عالی که اینا میتونه که در قسمتی از این کمک کنه که همین افغانای ما در امریکا یک اتحادیه داشته باشه. یک رای خوب همیست که چطور ما خود حفاظت کنیم در اینجا. و بعضی مشکلات روانی برای ما پیدا شده، ما با اون مشکلات هم بتانیم که دستبرداری کنیم. داری از مشکلات هم بکنیم. مشکلات مالی داریم، من میفهم شما مشکلات کار است این مملکت و مسائل دیگه هم هست که شاید یک تعداد میترسن که از امریکا اینا را اخراج کنه، پس با افغانستان بفرسته. دیگه این مسائل هست. دیگه ما به شما عرض ما ایسته که مردم تعلیم یافته هستیم
مردمی هستیم که چون که آقای محسنی فرمودن، ما مردم افغان هستیم، مردمی هستیم مهمان نواز، مردمی هستیم دلسوز، مردمی هستیم فامیلی، یعنی مردم فامیل هستیم، ما مردم مهربان مردم هستیم. ما باید با هم بسازیم. مشکلات وجود داره سر بعض مفاهیم افغانیت فلان دیگه، پای مشکلات وجود داره در داخل افغانستان. مشکلات هست، این شک نیست. اونم باید ما شما مردمایی که دی مملکت است، ما شما باید غم از دارم بخوریم. اول غم خود بخوریم، اینجا خود مستقر بسازیم در این مملکت و باز بتانیم که افغانستان کمک بکنیم که اون مردم یک مسئولیت پیدا کنند و از این مشکلاتی که در افغانستان وجود داره که 1/3 افغانستان، حتی میگن 2/3 افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. در مقابل از ما شما مسئولیت داریم. ما شما مردم نسبتا دنیا دیده هستیم، یک چند کتاب خواندیم، شما مواظب شده سر مشکلات اینا رو دیدیم، او رو کمک کنیم. ما برای شما یک مثال براتون میارم که تقریبا 320 سال یا 315 سال پیش افغانستان در یک بحران بسیار کلان بود. در اینجا تمام چیز امنیت اصلا از بین رفته بود، کاروانه ها چور میشد، هر طرف دوز و غارتگر بود، سر مردم و سر بازرگانی و سر همچین حمله میکرد. ما میخوام بگیم او وقت ما مشکلات داشتیم، اما چطور چند نفر ابرمرد در این مملکت قیام کرد و مملکت خود نجات دادن. و اوضاعی تو بود که یک طرف مغولای هند بود، یک طرف ایران بود، فارس بود. اینا بین خود در افغانستان رقابت داشتن. ما از تعلیم تربیت ماندیم، مدارس ما از بین رفت، مزارع ما از بین رفت، تجارت نداشتیم. در اینجا یک چند نفر از ابرمردا پیدا شد. یک نفر به نام سیدالخان ناصری، او سیدالخان ناصر، او از شمالی افغان کابل بود که او تقریبا رهبری منطقه رهبری مردمی را داشت، نه حکومتی نداشت، مردمی را داشت. آدم مشهور بود. و دیگه در افغانستان مرکزی در غزنی یک ابرمرد دیگه پیدا شد به نام سردار هزاره. او قیام کرد اونجا. و دیگه در طرف کندهار جنوب افغانستان نفر دیگه بود به نام میرباز خان اوتک. این 3 نفر مردمای بسیار بزرگ دی وقت با هم یک جا شد. و این چیز سردار هزاره، این تخلص هزاره بود. این به اونا گفت که وقت دی رسیده که ما مملکت خود از این مصیبت نجات بدیم. مردم ما به زحمت است، به تکلیف هستن. او 2 قهرمان دیگه اونم امرش موافقه کرد. بازی سردار هزاره گفت در این منطقه اونجا یک تعداد اقوام پشتون که بود، اون این در باعث سردار رو خانه خود قبول کرده بود. یک تعداد مردم خلجی بود در وقت، غلجین خلجی، و بعض اقوام دیگه بود چیز در خود منطقه غزنی که بودن که تاجیک بودن و دیگه از اقوام دیگه بودن و زیر دست امی چی بودن سردار. و منطقه کندهار بعض اقوام اونجا، اقوام پشتون غلجیو شاید بعض دورانی هم آورشان بود و از او چی بود میرباز خان اوتک در رأس ناقه. باز خود امی سردار صاحب، من خودت باعث رهبر چی میکنم، تعیین میکنم انشاءالله که امی کار کرد که از تمام افغانستان تقریبا 300 نفر خواست. وقت می اینترنت ویگا پام نبود، این تحصیلاتی که ما شما داریم این نبود و سفرم بسیار چی بود، مشکل بود. از مناطق بسیار صعب عبور هزارجات رو مثلا بدخشان، از اینجا که مردم میامد کار آسان نبود. همین کار کردن. اینجا اینا چی کردن؟ جلسه کردن، آمین کردن و میرباز خان اوتک باعث رهبر خود قبول کردن. اینجا بود که اینا کته نیروهای صفوی که در افغانستان بود در کندهار مستقر بود، ولیشان به نام گورگین با او جنگ کردن و چندین نفر از اونا تلف شد، کشته شد، نگاهشان فرار کردن. باز تقریبا 2 سال دیگه چیز زنده بود میرباز خان. بعد از وفات از او بچهش شاه محمود اوتک او پاچا شد. باز او یه جرأت کرد که رفت ایران و اصفهان گرفت که دو همی خود چیز سردار هزاره و که در این وقت باعث چی بود؟ نایب سالار بود و سیدالخان ناصر دو کمک کردم روش. این افغانستان از یک بحران کشید و در افغانستان امنیت آورد
حکومت مرکزی را وجود آورد. البته یک دفعه جنگ هم شد که روسا دو وقت که تزار اونا که او جنگ تقریبا بر روسا یک چی هم ماند، یک افریدیشان، یک کدورت که مردم افغانستان بود که وقتی که آمدن سر افغانستان حمله کردن 1979 تقریبا یکی از امو علتش همون بود. اما من منظور میسته این 3 نفره که ما به شما نام گرفتم، شما که در امریکا هستید، من یقین در 80% شما از اینا بیشتر تعلیم دارین و معلومات بیشتر هم دارین راجع به جهان. دیگه اون 3 نفر اگه میتونه که افغانستان رو نجات بده، شما خو یقینا میتونه. دیگه ما خو چی افغانا را شاید بعضی وقتایی که ما برای جناب محسنی صحبت کردیم اختصار ما باشم کردیم که چطور میتونه که تعداد بسیار کم مردم اما با ایمان و صاحب یک عقیده و چی باشه هدف باشه میتونه یک قصه کوتاه را براتون میکنم. در وقتی که امرالله خان استقلال افغانستان اعلان کرد، دیگه انگلیسا سخت در راست بودن. در وقت انگلیسا در تمام هند، این هند شامل چی بود؟ هند فعلی، پاکستان، بنگلادش، برما، نپال، سکم، بوتان، باز سریلانکا، این کلش زیر سلطنت انگلیس بود. اینا جناب آقا صاحب 21 فرقه عسکر داشتن. از 21 فرقه عسکر اینا 7 شب وظیفه داده بود که امنیت امی هندوستانی که به شما گفتن نگاه کنه و 14 فرقه در سرحد افغانستان بود. اینا به این حد ترس داشتن از مردم افغانستان. این وقت بود که امی وایسرای هند تلگرام روان کرد و قماندان خود در کویته پاکستان و او رو گفت که خودت میتونی که لشکرکشی کنی قندار بگیری؟ او گفت صاحب در 7 روز میگیرم. بعد بود که او حرکت کرد از کویته به طرف چمن حرکت کرد، از طرف سرحد افغانستان مسکین گلدکی میگیری ایمن. در این وقت ما یک چند نفر بیچاره عسکر داشتیم میموشه 128 نفر داشتیم عسکرای سرحدی. 128 نفر دی چی هم بود؟ اقوام قنداری و هراتی و هزاره و تاجک و ازبک و از کل قوم که فکر میکنید دی بود، نورستانی همه کی بود. این 128 نفر با هم شیشتن و یک چی بستن، یک پیمان بین خود ببستن که تا دم مرگ استاد میشه. اما نمیمانیم که لشکر چی انگلیس داخل افغانستان شد. رفتن این خندقه را کندن و از این چوبه را تراشیدن و مثل تفنگ ما اونجا ماندن که وقتی که انگلیس ها از دور به دوربین میبینن فکر کنه بسیار تفنگ دارن. اینا 128 تفنگ داشتن اون پرونه یک مهمات هم نداشتن دیگه. البسهشان هم چند البسه نبود، نانشان هم چند، فقر نداری افغانستان بیچاره. اینجا بود که انگلیس رسید در چمن، آمد نزدیک سرحد افغانستان. روز اول حدود 20 نفر از شهسوارای ما شهید شد در روز اول. از اینکه طرف انگلیس چند کشته شده او نفهم. روز دوم شد، سوم شد، هر روز 10 نفر 15 نفر کشته میشد. کلش 128 نفر بود. امیر روز هفتم نماز شام بود، آذان شد. دی وقت آخرین شهسوار افغانستان به خون زدید، صدا خاموش شد. دمی فرصت بود که تلگرام آمد به می قماندان کرنیل انگلیسی از طرف وایسرای، گفت برای ما گزارش جنگ بده چطور است. این برش گفت که بسیار مقاومت شدید میکنه افغانان، هنوز ما داخل افغانستان نشدیم. او برش روان میکردن تلگرام ایسوس روان میکرد. او برش گفت که تو که در 7 روز نتانست که در سرحد تیر شوی، کجا میتونی خندار بگیری؟ پس بیا دیگر شما ببینید 128 نفر جان خود داد اما مملکت خود نجات داد. من امروز میگم که ما شما اینجا 10,000 هستیم، 10,000 بیشتر از 100,000 هستیم در این مملکت، شاید 200-300 هزار هستیم. ما خوب میتونیم که همین همت داشته باشیم و داریم که ما نمیخوایم که شما داخل جنگ شوید. نه ما میگم حداقل همین مسائل خردریزی که از سر مسائل سلیقوی همین حداقل فراموش کنیم، نه سر مسائل کلان فکر کنیم. چطور بتونیم که همین مردمی که همینجا هستیم فامیلای خود تعلیم یافتن بسازیم، همینجا قانونی شویم، همینجا مسئولیت پیدا کنیم قانونی.
و ما بتونیم که باز پس در افغانستان کمک کنیم. فرمایشات شما اینقدر شیرین است که ما هیچ دلم نمیآید که قطع بکنم. سوال دیگه ای که دارم دو بخش داره ایوبی صاحب. بخش اول، شما همیشه تأکید کردین در فرمایشات خود، همچنان که همین لحظه هم تأکید کردین، با در نظر داشت دو واقعه تاریخی که سرفرازی بر ملت ما به بار آورده، همیشه به وحدت تأکید میکنین. آلی خو بسیار متاسفانه شعارای قومی زیاد شده و او شعارای قومی را بدبختانه که آدما بعضی هایشان وطندارای ما، بعضی هایشان آگاهانه بعضی هایشان ناآگاهانه تحت اختلاف ملیت ها نام موندن. اولا خب ما ملیت در داخل افغانستان نداریم، اقوام داریم. چی توصیه میکنین به همی کسایی که تخم تفرقه را با گپای خود میپاشند؟ البته طبیعی است که یک کار ناسزا و بد است هر کسی که کار میکنه. ما افغانستان در حالت بحرانی قرار داریم. حالت یک فامیل در حالت بحرانی باشه، کل اعضای از او باید کوشش کنه که از این رقم اختلافات اینا چی بکنه، اجتناب بکنه. غیر شریم است. چی است؟ دیگه است که افغانستان کشور مال و ملکت هر فرد افغان است و این فراموش نکنیم خود که این مملکتی که ما داریم، این مملکت ما شما یک نعمت بسیار بزرگ الهی است. ما در تاریخ میبینیم که صدها ملت ها از بین رفت، امپراتوری ها چپا شد. در 1000 سال گذشته افغانستان بازم به جای خود است. بله، آسوریا رفتن، دیگر رفتن، کلدانیا رفتن، فلانی رفتن، کلشون نام نشانشون گم شد از دنیا. اما این مملکت شما هنوز است. شما فکر کنید که در فلسطین این مردم سر هر وجب خون مردم میریزه، جای ندارن که زندگی بکنن. یعنی در هر منطقه فلسطین اسرائیل شما برید باز جای زندگی نیست. هر طرف که میرن یا بم میکفه یا از آسمان بمباردمان است و نه تعلیم است نه تربیت است، هیچ نیست. کلش شفاخانه، مکتب، پانتون، مسجد، کلیسا، کلش از بین رفته. میتونیم که با هم دست بتیم و این مملکت خود اصلاح کنیم. همین حالتی که در افغانستان هست امروز، یک تعداد از هموطنان ما به این فکر هستند که ما بریم جنگ کنیم و یک رژیم تغییر بدیم و یک حکومت دیگر بیاریم. این آغاز گفتن از که پاش ما در جنگ بودیم، ما بودم، ما دیدیم، کار آسان نیست. برای کسی که از این فاصله که ما ششتیم گپ میزنم، شاید بسیار ساده ما رو میشه. میخوایم یک استراتژی رو اعلان کنم، ما میخوایم که جنگ تشویق کنم، ما میخوایم که هیچ گپا ات فکر میکنم. اما اونجا استخوانهای مردم، گوشت و پوست اولادایشان، پیشوریشان چی میشه؟ تیت و پرک میشه. ما شما که دختر ما، بچه ما یک سردرد میشه، یک تو میکنن، حالت ما خراب میشه. او فکر کنیم که او افغانستان چی حالت است. دیگه یک تعداد طرفدار جنگ هستن. خب اونا از خود دلایل دارن، دلایلش گوش کردیم، اما کسی موافق نیستم. یک تعداد است که اونا میگن نه، ما از راه اصلاح بیاریم در مملکت خود، همین طالبان را اصلاح کنیم. من طرفدار از این فکر هستم. کوشش کردیم تا بالا به جای کوشش من نرسیده، اما بازم کوشش میکنم. من میگم که تا جایی که امکان پذیر باشه که اگر ما میتونیم که امی تغییر در افغانستان بیاریم، انشالله که افغانستان با پا ایستاد میشه. خواسته های ما بسیار ساده هستند. ما میگیم یک قانون اساسی داشته باشه و یک شورای که چی باشه، متشکل از تمام مردم افغانستان باشه و سطح افغانستان، حکومت افغانستان آغاز در سطح بین‌المللی بیار که ما دوباره بتونیم که ملل متحد شامل شیم و عضویت تمام سازمان های مالی که بود در دنیا او رو به دست بیاریم. دیگه پول ما که چی شدن، بسته شدن بانک های ما و دوباره به ما برگشتن نشن و مردم ما که به خاطر امی چی که سر ما آمده، امی حالت انزوا آمده، تعذیرات آمده و مردم ما از گشنگی میمونن. از طرف دیگه خانما در خانه خود قید هستن، زنای بیوه اجازه نداره که بیرون به کار کنن. دیگه این مشکلات باید ما شما در نظر بگیریم. مردم تعلیم یافته این مشکلات باید در نظر بگیریم. چطور راه پیدا کنیم برای زی؟
یکی ایست که خود در این مملکت مستقر کنین. این قدرت جهان است. این خود مستقر کنین، بین خود اتحاد کنین، یک اداره مشترک بین خود بیارین، از دیگه پای سلیقوی بگذارین و در خود چیز مؤثر واقع شویم در دولت امریکا. راه شما یاد داریم چطور. حتی در انتخابات افغانستان امریکا شما میتونید که چی داشته باشین، حصه داشته باشین. ولی چند خانمایی است که خدا انتقادیت کرده برای کانگرس و برای سنا و اینا در امریکا. بله. اتنا ما کمک میکنیم. ما همیاری که چند بعض جلسات میریم، جلسات باشن ساختیم دیگه میکنیم. اون میکنیم. دیگه ما میگم این کار کنیم. عزیز شما میتونید که مؤثر واقع شوید. افغانستان که اصلاحات در افغانستان بیاید. اول به شما اینجا مسئولیت خود قایب کنید. باز برای مسئولیت مردم ما در افغانستان کار کنید. خود اینجا قوی بسازیم. اما چی میگه؟ خود سعدی سر میگه که برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. شما برای اینمی قوی شدن استاد خیلی از اقوام اقلیت افغانستان حمایت کردین و گفتین تا این اقوام حقوقشان تأدیه نشوه وحدت افغانستان تأمین نمیشه. اینمی یک راهکار عملی، خب یک راهش شما گفتین که از طریق ایجاد وحدت در جوامع مهاجر یا دیاسپورا و بعد از او در داخل افغانستان، در عمل چی راهکار را پیشنهاد میکنین که امی اقلیت ها و اکثریت با هم یک جای شود؟ سوال خوب است. من فکر میکنم آقا صاحب برزی باید یک پروگرام دیگه بگیرید. من خلاص سر صحبت میکنم. یک پروگرام دیگه باید گرفته شود که ما از خود یک سوال کنیم. سوال باید باشه که یک ایجاد اکثریت آیا برای قومیت بنا باشد یا بر اساس یک ایده و علم و یک برنامه و یک پروگرام باشد. خود تقسیمات که شد در چیز در بون در 2001 او خودش تقسیمات بسیار خطرناک بود از نظر چیز اختلاف او در خود افغانستان. بله. ما به این عقیده هستم آقا صاحب که در افغانستان ما هیچ اکثریت نداریم، هیچ اقلیت نداریم. هر افغان صاحب از این مملکت است، افغانستان است و خدا امی تصاحب خدا، امی صاحبی خدا که ما مالک هستم، مالک افغانستان هستم. این باید ما تثبیت کنیم به زور و به سیاست و به مبارزه. این مسئله را بالکل دور کنیم که این اقلیت است و این اکثریت است. هیچ اکثریت نیست، هیچ اقلیت نیست. ما به می عقیده هستم. بله. ما استادی مسئله تفرقه حضور میخوایم گپ شما قطع کنم. تنها از کنفرانس بن نیست است. در دوران حزب دموکراتیک خلق ما غندای قومی داشتیم. بله. از اونجا شروع شد. غندای قومی داشتیم، شورای ملیت هزاره داشتیم، ملیت های محروم داشتیم. حتی در مورد هم خط دیورند تمام ظروف خود حزب دموکراتیک خلق سر اینمی خط ختم بله. و شما خیلی خوب فرمودین که اصلا ما اقلیت و اکثریت نداریم. آحاد مردم افغانستان صاحب افغانستان و هم اشاره کردین که یک برنامه دیگر لازم است. رادیو کتاب در اختیار شما سیوبی صاحب. هر زمانی که شما وقت داشتین ما در خدمت شما هستیم. شخصیتتان در واشنگتن دی سی و در امریکا و بین جامعه نخبه های امریکا ایجادگر پلهای تعلق افغانستانی نام گرفته. اینمی ایجادگری شما خب دوای درد جامعه امروز است. یک نکتهش گفتیم که ما در اینجا خود قوی کنیم، راه های دهلیزای سیاست و لابیگری و اینا را شما یک بار طی کردین. در این تجربه داریم از تأسیس رادیوی دری گرفته تا خیلی کارهای دیگه. اینمی پلای تعلق فعلی را چه رقم ما میتونیم زودتر آباد کنیم؟ ما عجله دارم یک سر. انشالله میشه انشالله. با اعتراض که قسمت گفتم که اتحادیه در امریکا ساخته شود. این اتحادیه امین و فعالیت هایی که برای اتحادیه میشود مردم بین خود میشینن صحبت های میکنن
آهسته آهسته مسائل سلیقوی، بعض اختلافات این مسائلی که کسی شیعه است یا سنی است اصلا مسائلی است که باید در بین مردم مسلمان عالم و دانشمند باید هیچ وقت مطرح نباشه اصلا، چرا که خدا تعالی این مسائل قطعا در قرآن مجید این اختلافات اجازه نداره و نه ما میتونیم که کسی را کم ببینیم یا کسی را زیاد ببینیم. ما بندای خدا هستیم و پروردگار ما به تسلیم هستیم به خدای خود و هیچ نوع اختلاف باید در ذهن خودمون جای ندیم هیچ وقت. و کار بسیار بد است اصلا. چیز خوبی که برای خود میخوایم بردگاه بخوایم، همون چیزی که در احسان اسلامی میگه که شما چیزی که به خود میخوایی بردگاه بخواید، چیز بد به خود نمیخوایی بردگاه نخواهید. این تعلیمات در اسلام موجود داره، باید این سرزی به تاکید شود، کار شود، یک کمک وقت میگیره که مسائل ما را کمک درست کنه بین ما، یک اتحاد و اتفاق به وجود بیاره. مردم افغانستان باور کنین که بسیار کم چیکار داره، کم کار میخواه که ما بین خود بتونیم که بسیار نزدیک. چرا ما مثل یک فامیل کلان هستیم ما. این مسائل که در چی ما در مخیله در حافظ ما در 75 سالی که ما بودیم ما ندیدیم، ما در قندار ما ندیدیم که اونجا مسئله شیعه و سنی و اینا قطعا اصلا احساس نمیشد. در کابل ندیدیم. خب مسائل خورد ریزه میشونه یا در کوچه پس کوچه یک چیزی. در این مصاحبه هم شما کل مردم افغانستان همیشه یک فامیل میگفتین. 100% یک فامیل است. 100% یک فامیل است. ما اعضای یک دیگه هستیم و با هم که باشیم انشالله حیثیت و وقار ما با جای است. اگه تقسیم شدیم دیگه هر کس یه حلقات استخباراتی خارجی هر رقم مردم میتونه با کم پولی سوس و مردم ما را استعمال کنه یا فریب بده. غیر از ما یک فامیل هستیم، واقعا فامیل هستیم. هیچ بین ما اگر اختلاف هم باشه اختلاف فامیل هم می باشه. خب فامیل بین خود میشنه اختلاف خود رفع میکنه. اختلاف چیزای ما دو چشم ما هم چی نیست، یکسان نیست، دست ما یک کوتاه یک دراز است. ایچ است و انشالله که چیز امی حالت فعلی که در افغانستان آمده این باید برای کل ما یک درس باشه که اگر ما اجازه بدیم که مثلا در افغانستان اختراق به درجه آخر خود برسه، وقتا اینا خواسته در مقابل یک مذهب، یک قوم، یک کسی مردم دست درازی کنه، اینجا باید ما شما بگیم بس دیگه تحمل اصرار ما نداریم. حال دیگه شما میخواین که افغانستان از هم تقسیم کنین و افغانستان تجزیه کنین و این مملکت بربادی میکشونین. اینجاست که ما میگیم استاپ بس. فهمیدید؟ دیگه حالی هم ما کوشش میکنیم که برزنا بگویم که پس برگردیم به طرف یک منطق، به طرف یک اصلاح که در افغانستان بعض اصلاحات به و بعض مسائل که به وجود آمده، بعض قومی و اینا فلان این کارش رفع میشه انشاءالله زیر حکومت معقول، یک حکومت خوب، یک حکومت همه شمول این مسائل حل میشه. و اونا علاوه بر که باید حکومت غم مردم خود بخورد اونجا، باید غم مهاجرین خود بخورد در خارج. یه حکومت باید امی آریجنامی رو داشته باشه و یه حکومتی که فعلی است باید خود به می سطح برسانه. یه غمخور داخل هم باشه، خارج هم باشه. اینطور نمیشه که خداوند تعالی در قرآن مجید میفرماید، میگه شما اجازه ندین که می سرمایه در بین چند نفر تبادل بالا و پایین شود. تقسیم درست سرمایه باشد و کار و زندگی برای مردم آماده شود که مردم مجبور نشود به چیز به قیام. این حالتی که امروز است و به شما میگم یک سال دو سال مردم خیام میکنن. چرا؟ گرسنگیست، بیکاریست، این است، این نمیشه، این تحمل نمیشه زیاد و اختلاق که به وجود میاد این خودش بالاخره مردم به انفجار مجبور میکنه. دیگه ما از این خاطر همین حکومت فعلی اداره فعلی میگم که شما بگیرین بعض اصلاحات. ما حاضر هستیم اقتدار مردم بیایم اونجا که شما همکاری کنیم، بشینیم که اصلاحات چطور بیایم، در کدام ساحه اصلاحات بیایم، چطور بیایم، چطور این عملی کنیم. ما شخصا در سابق هم بهشان گفتیم که ما نه در قدرت شراکت میخوایم و نه مقام میخوایم از پیش کسی، نه پول میخوایم، فقط میاییم برای شما چی این الله براتان کمک میکنیم که یک نظام خوب در افغانستان باشه که کل مردم در اون نظام خود ببینن و بگوید که این مملکت افغانستان از ماست، ملکیت ماست
من نه اقلیت هستم نه اکثریت هستم، این مملکت از ماست. اینی باید چی باشه؟ اما احساس که در بین افغان میاد، این احساس باید. بسیار خوب صاحب، خیلی عالی. نگاهتون با آینده بسیار زیباست، بسیار الهام بخش است. یک 2 دقیقه وقت داریم. خب دمی 2 دقیقه، 1 دقیقه را شما را میتونم صاحب، 1 دقیقه را خودم میگیرم. بسیار خوب. ما خیلی در این وقتا خبرنگار زیاد داریم صاحب. بله. تقریبا کلگی افغانا یک رسانه داره. شما انسان مجرب و دلسوز هستین. ما شاهد از این هستیم که مقامای بسیار بالا برای شما پیشنهاد شده، قبول نکردین به خاطر از اینکه او به نظر شما به مصلحت افغانستان نبوده. به اینمی کسایی که دمی رسانه ها به نای تفرقه میدمن یا به دهل تفرقه میکوبن، 1-2-3 کلمه نصیحت کنین و باز خداحافظی میکنیم. من فکر میکنم همیشه که اینا میگه، من اکثر چنان فکر نکنم که اونا با معتقد باشن همین چیزی که میگن. این خودش هم خدا شنشون بسیار بد نمیخوایم بگویم، این خودش هم میگه منافقت است که بفهم که چیز غلط است و میخوایم اون رو صحیح ثابت کنیم. کار بسیار غلط است و من اونا رو تشویق به میکنم که شما حقایق بگوین و دیگه ایست که حقایق تلخ بگوین. هر چیزی که هست در افغانستان که مشکلات موجود میه، دیگه یک راه حل برای مملکت شما چی کنید، پیشنهاد کنید تا مسائل منفی و اینا که گپ زده میشه برای حل پیشنهاد کنید. او یک راه نیک است. یک مسلمان، یک افغان نیک که از پدر و مادر نیک باشه، او یک راه نیک چی میکنه، پیشنهاد میکنه به مردم. و مردم ما ایوز که افغانستان اوگار شده، زخمی است. باید کوشش کنیم که زخمایش التهام کنیم، نه که به زخمایش نمک بپاشیم. همین توصیه است به همین چیز میدیا. بله بسیار خوب صاحب. انشالله باز ما در خدمت شما هستیم ایوبی صاحب. هر زمانی که شما فرصت داشته باشین، رادیو کتاب به حضور انسانهای مجرب چون شما افتخار میکنه. خدا شما رو به عزت داشته باشه آقا صاحب. شخصیت چیستی با دانش مملکت بستی. انشالله که افغانستان ساخته شد، شما باید در قدم اول باید شما تشریف برین بخیر، یک جای که تان میرم بخیر. ما به عنوان یک خبرنگار صادق هستم در خدمت. خدا به عزت داشته باشید. سلامت باشین صاحب. بیننده های گرامی، تشکر از شما که با رادیو کتاب بودین. مباحث ایوبی صاحب بزرگواره که به اساس تجربیات عملی و نظری بود، یقینا دقیقا میشنوین و اگر تا حالا با دقت نشنیدین لطفاً بار دیگر بشنوین. من یک مقاله ایوبی صاحب در سایت الجزیره خوندم، متوجه شدم که در پشت از این مقاله یک مغز متفکر و خیرخواهی است که تجربه عملی را برای ایجاد وحدت بین اعضای فامیل افغانستان داره. تعبیری که خودشون میکنه. ما براستی از هر نظری که بسنجیم نیاز به وحدت داریم. اگر به اسلام رجوع کنیم، خب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم میگه که انسانا مثل دندانه شانه مساویه. زمان حضرت آدم تا زمان ما و از زمان ما تا قیامت. پس این امتیاز طلبی ها را ایلا کنیم، فرقه ها و غندهای قومی را فراموش کنیم، تقسیمات قومی را فراموش کنیم، یک افغانستان آباد، آزاد، دارای صلح و دارای حیثیت بین المللی همه ما بسازیم. تشکر ایوبی صاحب بزرگ. از شما تشکر آقا صاحب محترم. تشکر. خدا زنده داشته باشید. جور باشید. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.